صدا میاد؟ صدا؟ من به عنوان سردار سرلشکر جمهوری اسلامی میخوام اینجا به استکبار جهانی اعلام کنم که این ناوایی که آوردی تو منطقه خودش بهترین سیبله واسه ماها. اگه بخوای دست از پا خطا کنی اون وقته که با مشت پولادین بهت جواب میدیم. مشت پولادین. امروز جمهوری اسلامی در ماکسیموم آمادگی خودش به سر میبره. اینقدر بسیجی داریم، اینقدر بسیجی داریم که کسی نمیتونه ته ستونش رو ببینه. جواب هر تجاوزی رو، بلکه هر تهدیدی رو با یک سیلی افسری خواهیم داد. یا بگویان شرق و غربی فکر نکنن که میتونن هر شیطنتی رو تو منطقه خواستن بکنن. ما پرنده های دور پرواز داریم، ما موشک های پور درباز داریم. اقتدار ولایت فقیه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جواب هر لنگ و لگدی رو خواهد داد. ما تمام منافع استکبار جهانی رو در سرتاسر عالم به آتش خواهیم کشید. به آتش خواهم کشید. منت میزنه یا دشمن میخوای بکشید؟ اینقدر اشکمون باد کرد. شکم تو جمع کن مرتی که رفی با من جو ساده که دارم سخنرانی میکنم. نه یه خواهدی دشمن طرف مراسم تشییع پیکر ملکوتی سردار سرلشکر احمد سوزوکی با حضور مقام معظم برگزار شد.